بچه‌ها من سام هستم. بچه‌ها اومدم بهتون آموزش اتچمنت کالاف، یعنی همون اتچمنت اسنایپ رو بهتون بگم. بچه اگه تصویر بزرگ نیست، من تصویر رو بزرگ گرفتم ولی کار یوتیوبه. من بزرگ گرفتم کار یوتیوب کوچیکش کرده. حالا اگه میدونید کوچیکه، برای همین من اینجوری میگم قنداق تفنگ یا همون پشتی تفنگ، همون قنداق تفنگ اولی رو من انتخاب کردم. حالا نمیدونم شما ببینید یا نه. اولی رو انتخاب کنید. لوله تفنگ، همون که جلوی دوربینه، لوله تفنگ رو اولی انتخاب کردم. برای لوله خفه کن چیزی نمیخواد شما بذارید. برای قدرتش اولی رو انتخاب کنید، همونی که عکس دست داره، دست آدم داره. بعد برای لیزر اولی یا همون سیاهه، برای پاش، یعنی دو پایش همون اولیه.